جایزه گلدن رزبری یا تمشک طلایی مراسمیه که توی اون به بدترین آثار سینمایی سال جایزه میدن. با اختلاف خیلی فاحش رکورددار نامزدی و پیروزی توی این جایزه است. اون 22 بار نامزد دریافت جایزه بدترین بازیگر مرد و مکمل مرد شده. اون از معدود آدم‌هاییه که هم تونسته تمشک طلایی ببره، هم جایزه اسکار. جایزه گلدن رزبری یا تمشک طلایی مراسمیه که از سال 1980 آغاز شده و سال گذشته یعنی 2023 44مین دورش برگزار شد. مراسمیه که توی اون به بدترین آثار سینمایی سال جایزه میدن. از مهمترین جوایزش جایزه بدترین فیلم، بدترین بازیگر مرد و زن و مکمل‌های مرد و زنه. اما تو این سالها بازیگرای خیلی بزرگی بودن که یا نامزد این جایزه شدن یا اون رو بردن. حتی یه بازیگر خیلی معروف و بزرگ داریم که رکورددار کسب این جایزه است. برای فهمیدن اون تو این ویدیو همراه من باش. خوش اومدیم به چنل سینما فریم و یه ویدیوی متفاوت دیگه. ایده ساخت این ویدیو خیلی یهویی به ذهنم رسید. اگه از این ویدیو خوشتون اومد با لایک و کامنت حتما حمایتتون رو بهم نشون بدید تا ویدیوهای مشابه اون از این جایزه یا جوایز سینمایی دیگه بیشتر براتون بسازم. بریم زودتون سری سراغ این ویدیو. نکته جالب این مراسم اینه که افراد خیلی کمی بودن که وقتی این جایزه رو برنده میشن توی سالن مراسم حضور داشتن. حتی سالهای ابتدایی هم اینجوری بوده. مثلا سال 1980 بیل کازبی اولین کسی بود که تونست جایزه بدترین بازیگر مرد رو دریافت کنه. اما او این جایزه رو تحریم کرد و توی سالن حاضر نشد. ساندرا بولاک از معدود آدمایی بود که وقتی این جایزه رو کسب کرد نه تنها توی سالن حضور داشت بلکه با افتخار و غرور این جایزه رو دریافت کرد. اونم تو سال 2010. نفر اول لیست سیلوستر استالونه است. یکی از بهترین بازیگرهای ژانر اکشن که از این جایزه بی‌نصیب نمونده. استالونه با اختلاف خیلی فاحش رکورددار نامزدی و پیروزی توی این جایزه است که این فکر رو توی ذهن آدم میاره که مسئولین این مراسم با نگاه مغرضانه به اون نگاه میکنن. اون 22 بار نامزد دریافت جایزه بدترین بازیگر مرد و مکمل مرد شده و 5 بار موفق شده این جایزه رو ببره. حتی تو سالهای اخیرم از این جایزه بی‌نصیب نمونده. توی سال 2023 به خاطر بازی بد توی فیلم ساماریتان تونست بدترین بازیگر مرد رو دریافت کنه. حتی استالونه بدترین و کمیابترین جایزه تمشک طلایی رو هم برده. اون موفق شده جایزه بدترین بازیگر قرن رو هم دریافت کنه. نفر دوم این لیست براد پیته. آره درست شنیدین. اون از معدود آدم‌هاییه که هم تونسته تمشک طلایی ببره هم جایزه اسکار. البته اسکارش بیشتر پولی بوده و به خاطر تهیه کنندگی فیلم 12 سال بردگی توی سال 2013 تونست این جایزه رو ببره. اما 10 دهه قبل از این اسکار یعنی سال 1994 به خاطر بازی توی فیلم مصاحبه با خوناشام مشترکاً همراه با تام کروز تونست جایزه تمشک طلایی رو ببره. نفر سوم لیست باز هم یک رکورددار دیگه است، آدام سندلر. اون بعد از سیلوستر استالونه رکورد بیشترین پیروزی رو توی این جایزه داره. 12 بار نامزدی و 3 بار برنده شدن جایزه که بیشتر حکم یک شکست رو داره. کلاً کمدین ها توی جایزه گلدن رزبری حضور خیلی بیشتری داشتن و آدام سندلر گل سرسبدشونه. یه جورایی میشه گفت مسئولین این جایزه عاشق آدام سندلرن و سندلر هر چند سال یه بار یک فاجعه تقدیمشون میکنه تا کلی جایزه بهش بدن. البته این نامزدی و جوایز بیشتر برای گذشته سندلره. اون سال 2022 به خاطر بازی توی فیلم حقوق بازی که ساخت نتفلیکسه بهترین نقدهای دوران کاریش رو دریافت کرد. نفر چهارم این لیست جرد لتوه. یکی از بازیگرای مورد علاقه خودم که به خاطر انتخاب نقشای غلط و تصمیم‌های اشتباه تباه شد. اثبات شده که این بازیگر اصلاً به درد فیلم‌های ابرقهرمانی نمیخوره و اینکه خودش مشتاقه که توی اینجور فیلم‌ها حضور پیدا کنه. جرد لتو رکورد خیلی خاصی داره.
مثلا سیلوستر استالونه رو داشتیم که 22 بار نامزد شد و 5 بار تونست برنده بشه، ولی جرد لتو 3 بار نامزد این جایزه شده و 2 بار تونسته برنده بشه. اینم خودش رکوردیه. توی آخرین مراسم تمشک طلایی که واسه سال گذشته بود، جرد لتو تونست باز هم یک جایزه دیگه بگیره، اونم به خاطر بازی توی فیلم موربیوس. نفر پنجم این لیست رو دیگه اصلا باورتون نمیشه، آلپاچینو تونسته 8 بار نامزد جایزه اسکار بشه و آخرین بار بالاخره تونست به خاطر بازی توی فیلم بوی خوش یک زن این جایزه رو برنده بشه. ولی پاچینو به خاطر بازی توی بدترین فیلم تاریخ از نظر آماری یعنی جک اند جیل تونست جایزه بدترین بازیگر مکمل مرد رو دریافت کنه. جک اند جیل فیلمی بوده که 12 بار نامزد تمشک طلایی شده و 10 تاشو تونسته ببره. حتی یه رکورد خیلی خاصم داره که تونسته 5 جایزه اصلی این جشنواره رو ببره. این 5 جایزه اصلی که اول ویدیو براتون گفتم معروف به 5 بزرگه که جک اند جیل تونسته همه رو یک جا با هم ببره. امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشید که بعید میدونم. مطمئنم شما هم مثل من از دیدن این اسامی شوکه شدین. پس حتما این ویدیو رو لایک کنید، توی کامنت ها نظراتتون رو راجع به این کانتنت واسم بنویسید. چنل سینما فریم رو هم حتما سابسکرایب کنید که ویدیوهای سینمایی آینده رو از دست ندید. تا یه ویدیوی دیگه و یه ویدیوی شوکه کننده دیگه، بدرود.